قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. سالم بن عبدالله بن عمر یکی از شیوخ امام مالک، یکی از فقهای سبعه نه اومد سونی طلب کرد خودش، یعنی خلیفه گفت که خودش دمشقنده، یعنی سالم بیارید. گفت رفتن دعوت کردن، گفتن که امیرالمؤمنین توی میخواهد. تو وقتی که اومد، یعنی سالم عدوی قرشی، عبدالملک اموی قرشی، گفت که ما، گفت خیش، گفت سالم برای چی زیارت بنمی بیایی؟ تو گفت که امیرالمؤمنین، گفت یعنی امیرالمؤمنین خلیفه پشتو، گفت یعنی من چی میکنم؟ گفت یعنی اومده وقتی امیرالمؤمنین گرفته چه میکنم؟ گفت امیرالمؤمنین به منم چه کارش بسیار. گفت که سونه، گفت که خیر، گفت ما چیم؟ گفت خیشیم. گفت یگون چیز نمیطلب، یگون یاردمت تیم، یگون مثلا نه مکافات تیم، یگون هدیه تیمت. گفت سالم گفت که امیرالمؤمنین، گفت اینی لم اطلب الدنیا عمن یملکها فکیف اطلبها عمن لا یملکها. گفت فبکا ابن مروان فقام بک قامت دولتنا، یعنی بیامثالکم. گفت یعنی همین انده گفت که، یعنی گفت که یعنی امیرالمؤمنین گفت من دنیای از همونه که مالک دنیا طلب نکردم، مالک دنیا طلب نکردم، یعنی از الله تعالی دنیای طلب نکردم، سونه از همونه که دنیا دست بهنه آوای طلب میکنم. یعنی از الله نپرسیدم من دنیای دینار درهم هم ته نگفتم، سونه از مخلوق میگم من به دینار درهم ته گفتم. سونه ابن مروان گیست رحمهم الله. همین خیلی بده یعنی علما، یعنی دنیا چی میشد؟ یعنی دنیا چیه که دنیا تا مثلا چی آخرتت نابود میکنه برای این دنیا؟ یعنی رسول صلی الله علیه و آله دنیا چی گفت؟ یعنی دنیا ملعونه و ما فیها، دنیا ملعون. گفت یعنی چی خیلی؟ یعنی ملعون خودت به لعنت میطلبی؟ الدنیا ملعونه، گفت و ما فیها الا ذکر الله و ما والا الا او نام و عالما او متعلما. همین چهار چیز، یعنی فقط ذکر الله تعالی و برادری در راه الله تعالی و عالم شدن یا که طالب علم شدن. علمین دنیونده بریم میشه دیگه چیزا یگون قطره فایده ندارد تو. یگون قطره چی فایده ندارد این دنیا تو. دنیا یک قطره مثلا چی فایده ندارد. همین به وقتی که حدیث صحیح مسلم انده رسول صلی الله علیه و آله و سلم همراه صحابه ها هم نزد بازار گذشته میستاده بودن، چه دیدن؟ یک جدی، یک بچه گوسفنده، بچه گوسفند گوشش چی؟ یک برچه میگیم، چی میگیم یعنی گوسفند مایده ای که مرده، یعنی گوشش نیست، مرده، یعنی بوکر استاده است. رسول صلی الله علیه و سلم گفت که همینه، گفت کی میخواهد یک درهم به پرت افتگی؟ صحابه گفتن که یا رسول الله، گفتن این اگر زنده می بود یک درهم بهش کس نمیخرید، برای که این گوشش نه کسل کی نمیخرد، یعنی ناقص مثلا، یعنی سون پو مرده این کی به یعنی چی میتونه حرکت میکنه که این دورتر شوی. همین اند رسول صلی الله علیه و سلم که دیدید گفت چی خیلی، گفت یعنی خور همین چیز برای شما ها حرکت کرده خودت دور گرفته ساده همین چیز، یعنی خور یک قدرش نه، یک درهم قدرش نه گوسفندان، یک درهم بالعکس یک درهم داده نه خودت دور میکنی. علمی خیلی گفت دنیا نزد الله تعالی در این قدر قدر ندارد، دنیا همین قدر قدر ندارد. سون تو آخرتت به همین چیز بدل میکنی، آخرتت همین چیز بیان میتی. عقل داشتن نکن، انسان منطق عقل شدن در کار، عقل شدن نکن، عقل شی چه به عقل به منطق نکن. دنیا یعنی لایق نه که مثلا چه انسان یعنی برای آخرتش چی کند، یعنی دنیای دست تیاد یعنی